درود دوستان، به پرشن ایویشن نیوز خوش اومدین. ما تو این چنل قصد داریم اخبار روز هوانوردی دنیا رو به زبان فارسی واسهتون منعکس کنیم. امروز هم میخوایم به عنوان اولین اپیزود راجع به حوادث اخیر مرتبط با بوینگ 737 مکس صحبت کنیم. من مجتبی‌ام، سلام دوستان، من سروشم. با ما همراه باشید. خب مشتاق بنظرم اولش خوبه که اصلا بگی 737 چه مدل هواپیماییه. ببین سوشان، بوینگ 737 یه هواپیمای تجاری تقریبا میشه گفت باریک پیکره که توی کارخونه رنتون بوئینگ توی ایالت واشنگتن تولید میشه. این هواپیما از موفق ترین هواپیماهای کامرشیال تاریخ بوده و از سال 1968 70 میلادی که معرفی شده تا الان بیش از 10,000 فروند ازش ساخته شده و به فروش رسیده و الان بیشتر از 500 ایرلاین دنیا کاربر این فروند هواپیما هستن. حتی جالبه بدونی که این هواپیما تا سال 2019 پرفروش‌ترین هواپیمای کامرشیال تاریخ بود تا زمانی که خانواده ایرباس 320 این مقام ازش میگیره و دیگه پرفروش‌ترین هواپیمای تاریخ نیست. منتها توی بحث دلیوری همچنان اوله، یعنی همچنان هواپیمایی که تحویل داده بیشتره. خب مثل این که یه ماه پیش یه دونه بوینگ 737 مکس پدالهاش خلبانش گفته که صفر شده. آره، پرواز UAL 1539 بود، ایرلاین یونایتد، که دقیقا تاریخ 6 فوریه بود. از باهاماس میرفت نیوجرسی، داخل فرودگاه نیوجرسی نیویورک. بعد از اینکه تاچ داون میکنه میخواسته که هواپیما رو سنتر نگه داره. خلبان میبینه که پدالا صفر شده، چون میدونید دیگه بخاطر اولش که هواپیما تاچ داون میکنه تا حدی راداراش افکتیو هست که بخواد با رادار این کار رو انجام بده، گرچه که استرینگ هواپیما هم قطعا با رادار انجام میشه. منتها خلبان دید که روی حالت نیوترال پدالا صفر شده و نمیتونه استفاده کنه از رادار پدالا. بعد به خلبان دوم میگه که آیا برای شما اینطوریه؟ اونم میگه بله، کاملا صفر شده، نمیشه ازش استفاده کرد. و خب طبیعتا از تیلر استفاده میکنه. تیلر یه اهرم کوچیکیه کنار دست خلبان که با اون میتونه استرینگ هواپیما رو انجام بده. خوشبختانه حادثه رخ نداد، اتفاقی نیفتاد. خب پس در واقع این صفر شدن پدالها خسارتی وارد نکرده و مشکلی نبوده، صرفا کار نکرده و خلبان به یک نوع دیگه هواپیما رو نگه داشت. بله، قاعدتا چیزی نبوده که مثلا نشه از پسش بر اومد، ولی خب به هر حال اتفاق عجیبیه برای هواپیمای جدید مخصوص. خب حالا داستان این شکایتی 1 میلیارد دلاری از هواپیمای آلاسکا و بوئینگ چیه؟ ببین، همونطور که میدونی یه اتفاق خیلی عجیب افتاده و فکر کنم دیگه صدر خبرهای وحشتناکیه که توی این هواپیما داره رخ میده توی سال جدید. اول بذار برگردیم به حادثه‌ای که اتفاق افتاده. آقا 5 ژانویه پرواز 1282 ایرلاین آلاسکا حدود ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی توی ارتفاع 16,000 پایی توی شرایط اضطراری قرار میگیره. شرایط اضطراریش چی بوده؟ در اضطراریش کنده میشه و میفته پایین. واقعا شرایط اضطراری بوده. واقعا شرایط اضطراریه و دیگه لازم نیست بگم که اون ارتفاع اصلا کاملا اکسیژن خیلی چیز حیاتیه. میتونی حدوداً بگی که 16,000 پا چقدر بالاه؟ 16,000 پا حدودا میشه 5.3 کیلومتر بالاتر از حالا حتی باید ببینیم که رفرنس این ارتفاعات چیه، ولی خب معمولا اقیانوسه و حالا ولی خب ما به طور کلی میگیریم که از سطح زمین حدود 5 کیلومتر بالاتر بودن. این تقریبا میشه گفت ارتفاعیه که معمولا آدم بیهوش میشه در حالت عادی اگر که تو اون ارتفاع بدون اکسیژن کافی بمونه. و میگم با اتفاقی که افتاده و وحشتی که ایجاد شده
این هم در نظر بگیر که قطعا خلبان یهو تصمیم گرفته که یه کاهش ارتفاع خیلی شدید انجام بده، چون همینجوری تو حالت عادی وقتی یه لیک خیلی کوچیک توی کابین به وجود میاد و خیلی آروم داره فشار کابین کم میشه، هواپیما باید دایو کنه پایین تا کسی بیهوش نشه یا حتی خود خلبان بیهوش نشه. ولی خب این وقتی در به اون بزرگی کنده شده قطعا یه شیرجه حسابی زدن با هم. خلاصه که آره تو ارتفاع 16,000 پا در جدا میشه، ویدیوهاش همه جا پخش میشه، 174 تا مسافر، 6 تا خدمه و حتی جالبه بدونی که بعد از نشر این خبر سهام بوینگ 5% سقوط میکنه فقط به خاطر همین خبر. البته که احتمالا طبیعیه این قضیه دیگه، بخاطر در هواپیما کنده شده. آره یعنی فکر نکنم مثلا در ماشین کنده بشه، در چیزهای خیلی جزئی تر و آسان تر کنده بشه، در هواپیما کنده میشه. اینکه 5% سهامشون سقوط کنه خیلی خبر عجیبی فکر نکنم باشه. واقعا دوران خوبی نمیگذرانه بوینگ، واقعا دوران خوبی نمیگذرانه. آقا برگردیم به داستان شکایت. خب این اتفاق افتاد و خبرش همه جا پیچید. 3 تا از مسافرها یه این پرواز به نامهای کایل درینکر، آماندا استریکلند و کوین کوک که داخل این پرواز بودن تصمیم گرفتن از شرکت آلاسکا ایرلاینز و بوئینگ مبلغ 1 میلیارد دلار ثبت شکایت کنن. کجا؟ توی ایالت اورگون. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که میگن آقا ما بعد از این پرواز احساس خیلی بدی به اون دست داده، صحنه‌هایی که دیدیم، ترسی که از پرواز برای همیشه تومون ایجاد شده. یه نکته جالب دیگه این پرواز یکی دیگه هم مسافرها بود به اسم کلی بارتل که مسابقه کرده بود، میگفتش که ما همه نشسته بودیم، ماسکا رو زده بودیم، هراسون و اینا. میگفت یه پسر نوجوان که با مادرش کنار پنل در که کندی شده بود نشسته بود، اومد نشست کنار من و گفت یهو دیدم لباس نداره و هیچی تنش نیست. بعد گفتم تو از کجا اومدی، تو چرا اینجوری و اینا. و ظاهرا تمام این شدت فشار و بادی که بهش وارد شده بود تمام لباسا و وسایلی که دستش بود و گوشیشو همه رو کنده بود برده بود با خودش. Show me the selfie. Okay. Oh, the selfie, yes. It's a photo Kelly Bartlett says she never thought to take, but she's glad she did after living through the terrifying experience on Flight 1282. The Wilsonville mom says about 2 minutes after the plane filled with wind, noise, and chaos, this happened. Somebody had jumped over me to sit down in that empty seat, and I just thought, where did you come from? Like, why are you? I didn't know what was going on, and all of a sudden somebody new was sitting next to me, and he didn't have a shirt on, and it was really confusing because I had no idea why. Why was he moving? Why was he jumping over me? Where was his shirt? Like, I didn't know what happened. Then she looked 3 rows behind her. So at first I thought it was just the window, and then I realized it was the whole panel. And that the kid who was sitting in that row, like his seatbelt had saved his life, because that's why he didn't have a shirt on, was the suction had just torn it off. خب حالا پیامدهای این همه اتفاقی که تو این چند وقت اخیر افتاده، این همه حادثه هایی که افتاده واسه بوئینگ و حالا مخصوصا سری 737 مکس چیه؟ ببین بذار اینجوری بهت بگم که مایکل ویتیکر مدیر کل FAA فعلا آب پاکی رو ریخته رو دست بوینگ که برگشته گفته فعلا حالا شرایط کسب و کار این شرکت به حالت قبلش بر نمیگرده سر اتفاقاتی که افتاده. همونطوری که قبلا هم گفتم نظارت و بازرسی و اینا الان در شدیدترین حالت ممکنشه توی شرکت بوینگ، مخصوصا توی خط تولید 737 مکس. گرچه که خیلی جزئیات زیادی از بازرسی ها منتشر نشده، منتها خود FAA الان یه بیانیه داده، گفته که ما توی بازرسی فرآیند تولید و دستگاه ها و انبار قطعات و محصولات و کنترل و اینجور صحبتات چیزی مغایر با قوانین پیدا نکردیم.
منتها توی 89 مورد بازرسی که رخ داده 33 مورد شکست خورده، اونم مربوط به داکیومنت هایی که نگه می داشتن بوده. در واقع داستانه کاغذبازی تولیدات هواپیما. و خب میدونید دیگه شرکتی که بدنه هواپیمای 737 رو میسازه واسه بوئینگ یک شرکت جداییه به اسم اسپریت ایرو سیستمز که قبلا برای بوئینگ بوده، منتها الان جدا شده که اون هم مورد بازرسی قرار گرفته. اون هم از 13 مورد بازرسی که روش انجام شده توی 7 مورد شکست خورده. خب تو میگی که 13 مورد بازرسی کردن روی اون شرکتی که مسئول تامین محصول بدنه بوئینگ و 7 مورد شکست خورده و خب این یعنی حدوداً بیشتر از 50%. و این واقعا عجیبه که یه شرکتی توی این ابعاد به این بزرگی با این همه آوازه و این همه مشکلات داشته باشه. آره خیلی عجیبه. حتی توی اون بررسی همون هواپیمایی که برای آلاسکا و ایرلاینز بود درش کنده شده بود، بازرسا همون اول متوجه شدن که 3 تا از پیچ‌های مربوط به در اصلی 2 تا راست، یکی چپ بالا، اینا نبودن. و مثل این که توی یه سری بازرسی که انجام دادن به این مورد خوردن که یک سری هواپیماهای دیگه هم هنوز این اتفاق واسهشون نیفتاده ولی همچنان پیچ‌ها رو ندارن یا کم دارن. و آره خیلی عجیبه واقعا شرکتی توی این ابعاد بخواد این همه مورد شکست خورده داشته باشه، این همه ایراد و اشکال توی روند تولیدش باشه، خیلی عجیبه. خب با توجه به این که الان 737 مکس تو آمریکا گراند شدن، موضع شرکت های هواپیمایی که این هواپیما رو سفارش دادن و هنوز نگرفتن نسبت به این قضیه چیه؟ ببین سروش، الان سخت‌ترین موزه رو کسی که بیشترین زخم خورده فعلا از این تایپ هواپیما داره که اون یونایتد ایرلاینز قطعا. اسکات کربی مدیر عامل هواپیمای یونایتد صراحتاً توی کنفرانس جی پی مورگان اینداستریالز گفته که ما احتمال زیاد قراره که سفارش‌های بوئینگ 737 مکس 10 مونو با تعداد زیادی ایرباس 321 نئو جابجا کنیم. البته اگر بتونیم به توافقی با کمپانی ایرباس برسیم. خب این کنفرانس جی پی مورگانی که میگی چی هست؟ کلا شرکت جی پی مورگان اینداستریالز یه شرکت سرمایه گذاریه که روی غول‌های صنعتی سرمایه گذاری میکنه، مثل اپل، مثل بوئینگ، مثل مایکروسافت و کلا کارشون با بانک های بزرگ و شرکت های بزرگ در واقع سهام دارن. یک شرکتی هن که سهام های خیلی بزرگی از شرکت ها رو در اختیار دارن. ببین به طور کلی شرکت یونایتد 275 فروند از هواپیمای بوئینگ 737 رو سفارش داده که تا اینجای کار بزرگترین مشترک سفارش این هواپیما از بوئینگ همین شرکت یونایتده و به طور کلی حدود 1200 فروند از این هواپیما در دست تولید و دلیوری واسه شرکت ها. منتها در صورتی که بتونه لایسنسش رو به حالت اکتیو برگردونه و از FAA بتونه این اجازه رو بگیره که دوباره این هواپیما رو به خط هوایی برگردونه و به صورت سیف بتونن همه ازش استفاده کنن. منتها میگم قسمت غم انگیز واسه شرکت بوئینگ همینجاست که تا اینجای کار حدود 1100 1200 از این هواپیما در دست سفارش داره و توی همین سری تایپ که خانواده ایرباس میشه، شرکت ایرباس حدود 1400 سفارش الان برای ایرباس 320 و 321 نئو داره که هنوز تحویل نداده. یعنی تا اینجای کار بازی رو باخته بوئینگ و باید همه تلاشش رو بکنه که بتونه به اون دوره و جایگاهی که واقعا داره بتونه برگرده. خب حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی برای شرکت بوئینگ میفته با این همه حوادثی که پیش اومده. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. اگه این محتوا رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید و اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. ما هر هفته محتوای مربوط به موضوع هوانوردی تو کانال میذاریم. پس تا یک شنبه دیگه بدرود. بدرود دوستان.